حالا اینجا یه افکت دیگه که بهش میتونیم بدیم اینه که مثل کاشی مانند درش بیاریم و نقاطی سر جاشون فقط خاموش روشن شن. اگه الان انجام بدم متوجه منظورم میشید. قبلش من تصویر بک‌گراند رو تار کردم و این رو رنگش رو سفید. تعداد باندهاش هم تغییر دادم. از بخش ترانزیشن پنل افکتس این افکت آخر رو بگیرید بکشید روی این اسپکترومتون. حالا این قسمت ما میتونیم بیایم درصد، اگه الان این رو زیاد کنم میبینید که یه سری قسمت‌هاش رو برامون نشون نمیده. ما میتونیم بیایم زاویه‌اش رو 90 درجه کنیم و این رو بیارم جلوتر و این درصد رو هم مشخص کنیم. میبینید که 0% میکنم به این حالت میشه. وقتی میارم بالا میتونیم این بلاک‌های مربع رو ایجاد کنیم. و این حس رو به آدم دست میده که اینها از قبل سر جاشون هستن و فقط دارن روشن خاموش میشن. این قسمت هم میتونید عرض این خط‌هایی که میان محو میکنن رو مشخص کنید. هرچه کمتر کنم این هم ریزتر میشه. روی همون 20 برش میگردونم که این حالت مربع رو داشته باشیم. این هم میزان شفافیته. میتونید به این صورت هم تار کنید که چندان جالب نیست. این افکتیه که خیلی جاها دیدید استفاده میکنن و توی ویدیوی جدا خواستم براتون توضیح بدم.